انسان باید برنامه حیاتش داشته باشد. فرض کردیم 60 ساله میشید، فرض کردیم پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که عمری امتی من بین 60 و 70 است، یعنی که انسان همیشه باید به موت آمادگیش بیند، از این نماز تا این نماز دیگر. من ببینه در زمان ما مردن خیلی آسان شد، چون که یکی از علامت های قیامت مرگ فجعت، مرگ یک بارگی. یکی میبینید که در یک لحظه یک آدم یک صدمه میشه نیست، در یک لحظه از دنیا میگذرد، از یک آشیانه بلند میافتد، در چند ثانیه نیست الکی. یعنی این دائمی است. اما وقتی که نماز میخوانید فکر کنید که این آخرین نمازتان، نماز بامداد خواندید، پیش از نماز بامداد فکر کنید که تا پیشین من نیستیم، نماز پیشینم همین خیر. بنابراین پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که کسی که اگر نماز خواند، نمازهای فرض را، بعد آیت الکرسی را خواند، بین جنت و بین همین بنده فقط مرگ هست. رفت و اگر مرگ شد آمد وفات کرد به جنت میداره. یعنی این چیز باید آمادگیش بیند. لیکن به هر حال یعنی که میتونید 60 ساله برنامه حیاتتون کشید، چیکارها رو من اجرا میکنم، یا اقلا 10 سالشه یا 1 سالشه که همین سال باید من همین کتابا رو خونده تمام کنم. بعد هر روزش هست، هر روزش آمده شبها، یعنی که حساب کتاب، محاسبه نفس، خودتون حساب کتاب میکنید که کنی من عمل کردم به لایحه خودم، پروژه خودم، برنامه خودم، حیاتم. به این یا انسانی که همین خیلی زندگی میکند، نه ترتیب دارد حیاتش، نه یک برنامه دارد، و یا آدم میشد که از وی هیچ کسی فایده نمیبرد. در دنیا زنده هست، در قطار مرده ها هست. بینید بزرگان ملت را بینید، اونا گذشتن 1300 سال، 1400 سال، 1000 سال زیاد شد، اونا در بین ما زنده هستند. بنابراین یعنی انسان باید از بالای خودش کار کند، مهنت کند.